филми овора дар кинофестивали Авроосиё ки соли 2006 дар шаҳри Алмато доир гашта буд, сазовори шоҳҷоиза гашт. Яке аз нақшҳои асосии филмро ҳунарпешаи шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон Фотима Ғуломова иҷро кардааст. ифтихорнома ва шоҳҷоизаи кинофестивал ба номи Фотима Ғуломова аст. Фотима Ғуломова аз соли 1961 то ин ҷониб ҳунарпешаи театри академияи драмавии ба номи Абулқосим Лоҳутӣ мебошад. من با سری بلند میگویم، من فخر کرده میگویم، با سری بلند سپاسگزار هستم. اگر محبت تماشابین برادر جان نمیشد، محبت و حرمت انمی خلق نمیشد، من کیها میغلطیدم. اپای فاطمه غلامова اولو که زنی بهترینی، انسانی بهترینی، ستومی تئاتری академики ба номи Лоҳутӣ мебошанд. Устози мо ҳастанд он кас. Аз Фотима Ғуломова мо бисёр чизҳоро омӯхтем. Ҳатто вақте ки ман курси якум ба донишкадаи Москав рафтам, онҷо аз ман муаллимони мо пурсиданд ки шумо мисли кӣ шудан мехоҳед? ҳамон вақт ман гуфта будам ки мисли Фотима Ғуломова. дар они хурдсолӣ Фотима орзуҳои дигар ҳам дошт. ӯ шунидани сурудҳои классикиро дӯст медошт. ҳатто ният карда буд ки овозхон шавад. шаб болои бом ба хоб мерафтем. он вақт шифр набуд бо мо. роҳи каҳкашон, баъд ситораҳои калон калон калон. хаёл мекунед ки ҳозир дароз кунед дастатон мерасад. بعد روی کهکشان قدیم فانتازی کودکی نه روی کهکشان قدیم من عربه با میشینم یک عربه هم داشتیم که اسب داشتیم و می بود میروم گناه همسر گناه بولی بام خوب اون وقت نه دوز و نه غورتگر و نه ترس و نه وهم و یا حولی پدر و مادر و دخترچه ها گناه ها همسر بولی بام با انا وای ستاری من این ستاری من وای همه شوخی گشتنگیری بالای بام این یک عجایب دور کودکی من گذشتگی بعد فقط می انا من رفتم راه کهکشان قدیم بعد پروین تا حاضر هر یک فصل با من پروین میکوبم باور میکنید و گفتم پروین از آن من باید یکان وقت روم نزد پروین با از همونجا میگفتم که من اگر بزرگ شوم بغیر از آن که من آوازخوان میشم من باید که باید شوم منجم شوم ستاره شناس شوم من باید دانم که آنجا چی است. дар оила онҳо 8 нафар буданд. падари Фотима Ҳасан Ғуломзода инсони бомаърифат буд. барои ҳамин дар шаҳри нав миёни мардум обрӯи калон дошт. من هزار تشکر میگویم خدای مهربان با هزارها تشکر میگویم خدای مهربان با که با من نه که با من 8 فرزندی که پدرم داشتن با ما خدا پدری مهربان داد پدری غمخوار پدری نهایت با سواد داد. وقتی که شاهنامه میخوندن وقتی که سهراب کشته میشد با دست پدر کودکا گریه همه قدر نغز میخوندن که تاثیر بعد مادرم میفتن که پدرم حاجی بودن اون وقت حاجی کم بود برادر دو تا حاجی بود یک تا قراتاق با یک تا پدری من که همه ناحیه میدونستن قراتاق حاجی مولا سعید پدری من و مادرم میفتن حاجی کمک دیگرتر خانه این کودکا گریه کرده هلاک شدن دل و جگرشون سوخت یعنی اینقدر یعنی همین چنان میخوندن که مغز ما به جای میشد. فاطمه غلامова مکتب خونده است. معلومات میانه رو در زادگاه شهری نو گرفته است. یکمین دختر که رفت مکتب من سوژده بودیم. دخترای آن وقت نیاموندن خواندنی. دخترای خواندنی نیاموندن. دخترای خواندگی بزنی نمیگرفتن که ای وای دختر خواندگی است وای کلی نمیکنیم. لیکن پدرم میگفتن که گوش نکنیدون خانتون ای پدرم بچه گپو گفتن ای حاجی بابا دختراش مکتب بماند از دخترای وای کی میگیرد بیچاره پدرم سرش خم میکرد میگفت که خانتون گوش نکنیدون بینید که
چه مبارزه ها قد پدرم گفت خانتون ما خاناند 4 دختر 4 پسر. بعد ختم مکتب میانه فاطمه به دانشکده آموزگاری شهر دوشنبه به فاکولته خیمبیولوژی داخل شد. 6 ماه آنجا تحصیل کرد. سپس با دعوت اینستیتوت دولتی صنعت تئاتری شهر مسکو برای خواندن به آنجا رفت. همین طور راهی او به سوی صحنه تئاتر گشوده شد. از سال 61 تا حاضر برادر جان من در تئاتر استاد لاهوتی فعالیت دارم، کار میکنم. البته حاضر من نفقه هم باشم، خیلی رفته میبیام همراه کلکتیو، یعنی تا حاضر کار میکنم من. همچون انسان آدم نهایت مهربان و نهایت دلسوز و غمخوار هستند. مادامی که در عائلهشون اینقدر آدم غمخوار و دلسوز و مهربان باشن، در کارم عیناً همون خیل و خوی و خصلت و فعلش در کارم همون با راست میبیاد. در اینجا هم با همکاران هم بازیاشون بسیار مهربان و حلیم و هم بازیشو و مثلا نمیماند که فکرهای بیگانه قطعی مشغول باشد، دائم هم به کار مشغول باشد. مصلحت اگر لازم باشد با جان و دل از صدق دل مصلحت میگن، نه اینکه مصلحت غرضانه، بلکه از روی کار همون مصلحت میگن. برای یک شخصی که با همه برابر هستن، اون کس زنی خاکسار زمینی اما هنرمندی خیلی بلند. اکنون درباره حیات اویلادوری فاطمه غلامова با حبیب الله عبدالرزاق ما هم کورس بودیم، یک جا میخوندیم. خیلی راست گپ جوانی است. خیلی خواندیم در کورس های 3 و 4، یعنی بین ما حرمت و احترام پیدا شد. حرمت و احترامی که یعنی آهسته آهسته این حرمت و احترام به محبت تبدیل یافت. خیلی البته با روزگی پدر و مادر، با حرمت و احترام پدر و مادر، وقتی کانیکول با آمدیم پدر و مادر حبیب الله آمدن خواستگاری به این وای، بعد ما رفتیم مسکو با کورس 4، اونجا ما توی کردیم. خیلی توی کلان، زندگی خیلی خوب بود. از زندگی یک جای ما صاحب 3 فرزند شدیم. انا برزو جان این فرزندی نخستین ما، نخست فرزند است. انا بعد وای باز دختر چه تولد شانا جان که رحمتی شد، دخترم 1 تا دختر 2 پسر وای گذشت. انا 3 پسرکمون شهباز جان که حاضر وای در امریکا زندگی میکند. همین خیلی شد که حبیب الله خیلی شهرت بلند به یک بار پروازش شد و زنهایم خیلی از پشت این کس. خیلی اون وقت جوان بودن، بزی بودن، وای بودن. خیلی بعد خیلی عاشق شدن دیگر زن با منم گفته با مرحمت. همین خلقتی با روزگی با وای خیلی جدا شدیم. فرزندا با من ماندن. فاطمه مثل برزو عبدالرزاق آفینک یک کارگردان بسیار امروز معروفی تئاتر تاجیک را که نه اینکه در تاجیکستان بلکه بیرون از آن در تمام سابق اتحاد شوروی و حتی در بیرون از آن در بسیار ممالک خارجی مشهور است. یعنی همین گونه کارگردان را به کمال رساندند. مادروار، البته محبت همین مادر بود، صمیمیت همین مادر و برای من یک مجسمه بسیار زیبای مادری تاجیک هستند. اپای فاطمه با همین دلی گرمشان، با سخنهای بسیار نرمشان، با همین صحبت بسیار دلپذیر و روحنوازشان. برابر داخل شدن به این حجره چشم بیننده به این رسم ها برمیخورند. آنها را همین طور در همین جا خود فاطمه گذاشته است. این رسم های فرزندان او هستند. من غلطیدن ها خستن ها در زندگیم خیلی زیاد شد برادر جان. میگن که مرد آن است که غلطد و خسته تواند. مرد آن نیست که غلطید خسته نتواند. این بود شعار من زندگیم با. من بسیار غلطیدم، بسیار بدگویی ها و دشمنی ها بسیار شد، لیکن همش من سری بلند قطعی گذراندم. سری بلند قطعی بود. آر ناموس فرزندم من حق نداشتم. من مادر هستم برادر جان، من وظیفه دار هستم که
فرزندام خورانم و پوشانم. من وظیفه دار هستم فرزندام خوانانم آموزانم. من وظیفه دار، این وظیفه مقدسی من مادر هستم. یعنی همین خیل فرزندام به وایه رساندم. اپای فاطمه برای من حقی استادی دارند و چیز دیگر این که برای من خیلی خوش است که مرا همچون فرزند دوست می‌دارند و همیشه تاکید میکنند که تو برای من مثل برزو هستی. و همین ما از کودکی اصلا با شنیدن افسانه ها از رادیو با فاطمه اپا یک احترام، یک مهر خاصه بسته بودیم. من شخصا خودم همین ساعت فرارسیدن خواب شیرین خورترکان رو همین بی‌صبرانه انتظار می‌شدم که کی همون ساعت فرا میرسد و صدای بسیار مهین و صدای بسیار لحن خوش و گوارای فاطمه اپا بعد از شنیدن افسانه ما را به خواب راحت هدایت میکرد. زندگی پستی و بلندی های زیاد دارد. برای فاطمه نیزان آسان نبود. اینها و یک گروه خرد ناکس‌هایی بودن که این گروه خرد که من زدن رحم نکردن. مردم تاجیکستان که اینقدر حرمت و احترام قامت من برداشته و من سری بلند خط کوچه میگشتم. یعنی این قوه خرد، این قوه بزرگ زد و قوه نصفشون همون بعضیشون دهشت قطعی مردن، بعضی هاشون چی عذابو کشیدن، بعضی عموما یگان تاش خوشبخت نیستن. منزلی که فاطمه غلام و زندگی دارد از 3 حجره عبارت است. خانه با حشمه داشتن رو او اردو نکرده است. خواهش بوی شدن رو هم نداشته است. لیکن همه وقت برادر جون خوراکه در خانه من سپس. میدونید برای چی؟ زندگی. امروز پولتون هست، پگه پولتون نیست. من طلای بسیارم جمع نکردم که ای پولم نیست بردم فروختم، نه. لیکن خوراکه برای غذا من همه وقت سپس دارم که مثال پولتون نیست می. خانه به همه چیز هست. زنتون پختش، بچه‌تون سیر. همه خیلی شعار من عاشق پول و مال و بایگری نبودم. برای همینم شکر خدای مهربان من آرام خواب میرم. بچه هم آرام. البته حالتهای روح افتادگی، دلشکستگی، به هر گونه حالت آدم گرفتار می شود، ولی در هر حالت یکی از متکاها، یکی از غمخوارها، یکی از مشفق‌ترین اشخاص برای من اپای فاطمه بودند و هستند. و امروز هم هرگاهی که به تئاتر میبینم چهره خندان و چهره بسیار گرمی اپای فاطمه میبینم، در دلم یک گرمی اینه که مهیا میگردد. من افتخار داشتم که در چندین محفل هایی که به افتخار مولودشان بود گوینده بودم، راوی بودم و همیشه به این خاندان یک احترام خاصه دارم. در زندگی او دوستان زیاد دارد. خود را یک از زنهای خوشبخت تاجیکستان میشمارد. اندیشه‌اش نسبت مفهوم دشمن داشتن باشد چون این است. خرد بودیم همه ما با پدرم میگفتن که مثال دشمن داره. فاطمه جان، مظفر جان، برادر خواهرام با دشمن قتال داره که پدر و مادرت کشت، برادر و خواهرت اولادت قیر کرد. یک روز به همون دشمن آمد که توی کشتنی. تو در کشا فاطمه جان، این نصیحت پدرم است. در کشا فاطمه جان، با تبسم پیشواز گیر، با تبسم پیشواز گیر، پیشش بالا بشینان، گرپچای پرتاش شینان، دسترخوان کن، چای کن، غذا باشد غذامان، صحبت کن گویا که وای دوستی نزدیک تو باشد. بعد گوشل کن 7 قدم که از خانه دور رفت، بعد گوی که وای خواهر است یا برادر، یگان خدمت بود که شما آمدید. وای خدمت گفتن همه گفت خبرگیری آمدم و خدا بسپار. این شعار پدرم بود و یگان دشمنم با این قطر نگفتم برایش تو همین کار کردی نسبت من، نگفتم. گفتم خودش باید فهمد، چون که از این سود و پرکورها و گن پرکورها آنجا بزرگ شخصی هست که
و همش میبیند موافقی گناهشون جزایش میدید با امید خدا. او انسان خاکسار و راستقول است. دیگران را همین طور دیدن میخواهد. در زندگی از تهمت میترسد. در زندگی میترسم از تهمت، از غیبت. این چیزهایی هستند که با تهمت آدم‌های پاک رفتن از این دنیا. با تهمت آدم‌های نیک زندان شدن. با تهمت بلاها به گرفتار شدن. من پیش از همه از تهمت میترسم. از غیبت میترسم. از شخص دروغگوی میترسم. و من شخص‌هایی که دروغ میگویند نفرت دارم، حرمت و احترام ندارم. من از شخص‌هایی که مثال تعریف‌های دروغ میکنن، غیبت مردم میکنن، حرمت و احترام ندارم. و از شخص تهمت چی؟ اینها یک گروه خرد پستی هستند که همه وقت به جمعیت ضرر میبیارن. فاطمه غلامова به مهمانی کم میرود. قبول مهمان را باشد دوست می‌دارد. خانه های شخص های منصبدار بایها با من حرکت میکنم کمتر روم. ایبا میکنم چی میکنم یا که بعضی چیزا که من نمیروم. اگر همون نزدیک باشد بسیار من میرم، اگر نه من نمیروم. لیکن شخص های مثلا میانه اگر گفت من حتما میرم، مبادا نگفت که اپای فاطمه پسند نکرد، نه آمد، نظرش نگفت. نه، من حتما یک سمکه جمع دستاویز میکنم، حتما میروم. این خیلی مهمان هر جا من نمیرم، خوش ندارم. لیکن مهمان قبول کنی جان و دلم مهمان قبول کنی. مهمان تاج سر است. مهمان با اپای فاطمه در صحنه کار کردن خیلی خیلی گوارست. اون کس یک شخصی هستند که مثلا نمیگویند که دلبر از من جوانتر است یا دیگر پارتنرشون از اون کس جوانتر است. شرم نمیدارم پرسند که اینش درست می بایش درست نمی چه خیل کنم. ما یک شخصی که با همه برابر هستند اون کس. در طول زندگیش او با کسی بدی نکرده است و نیت بدی به کسی هم ندارد. من فخر کرده میگم که من یکی از زنهای خوشبخت جمهوری تاجیکستان هستم. این خوشبختی است که چی بازار روم، چی کوچه روم، چی پس کوچه روم، چی در خود من حرمت و احترام دارم. وقتی که خلق بازار روم چی که دارن اینش من جغ میویش خاله جان ویش بی جان ویش چیز، من میستم بین بازار با میگم خدای مهربان هزار تشکر تو با. خدای مهربان میگم هزار تشکر تو با که این ببین تمام بازار کوچه پس کوچه این همه یار دوست های من. یعنی یگان کمی باشد برادرها، اگر کمی من خدمت کرده باشم و شما اینقدر حرمت و احترام دارید نسبت من نزد همه مردم تاجیکستان من سرخم میکنم. نزد همه شما برادرها خواهرکای عزیز من، بیبی جان ها، من نزد همه تان با سرخم میکنم. هزار بیکنار تشکر برای حرمت و احترام شما که نسبت من دارید و باور کنید در این یک دلک خرد من تمام شما جای دارید. من همه شما دوست میدارم.